تا همین الان داشتم با حسن آقا صحبت میکردم، داشتم با حسن صحبت میکردم که شرایط کتفشو ببینم. الحمدلله رب العالمین عمل کتفش که فرانسه انجام داد عمل خوبی بوده و ما حرف رک میزنیم. این ای کاش ما این عملات المپیک گوش دادن به حرف من. همین عملات المپیک انجام میده، تله المپیک پاریس رو میگیره. والا من هر چی بگم آدم بده من میشم. من حرفمو میزنم آخرم همه به حرفای من میرسن. الحمدلله الان کتفش خوب بود. قرار شد از اردو اول که داریم سریع بیاد اردو. حالا کارهای دیگه بکنیم که حواسمون بهش باشه. بالاخره آقای یزدانی یکی از بزرگترین کشتیگیر تاریخ کشتیمونه و بعد همه رو باید حواسمون باشه. تا همین الان یه 40 دقیقه من داشتم باش جلسه گذاشتم، داشتم هم صبح باش صحبت کردم هم دیشب، چون من واقعا اوضاع کتفش واسه من اول مهم بود، چون موقع کسی